إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. در آیات قبلی الله متعال بیان حفاظت نفسا را ذکر کرده بود و بالای بعضی رسومات و اوهام پرستی که در زمان جاهلیت مشرکین داشتند الله متعال سر از او رد کرد. همه مسائل از را باطل اعلان کرد به خاطر که اساس و دلیل نداشتند و یکی از جمله صفات مذمومی که واداشتن وقتی دعوت برشان داده میشد طرف کتاب الله و سنت رسول الله، یعنی به سوی دلیل منزل، و میگفتن طریقه آبا و اجداد ما برای ما کافی است. تنبیه و یا هشدار خیلی بزرگ برای این زمان ما و شما است که یک تعداد مردم وقتی طرف قرآن دعوت داده میشه و مردم میگه که نه، اما رای بابا و اجداد ما برای ما کافی است، ضرورت به ترجمه قرآن یا درس قرآن نداریم و ما امو گپا برای ما کافی است. حالا کی کلمه یا این سخن مشرکین مکه بودن که الله متعال حماقت و بدبختی از واره برای ما بیان میکنه. بلکه انسان همیشه تابع دلیل می باشه. اصل اسلام یکی از امتیازاتش با امرای نظام های دیگه همیست که نظام اسلام پایدار و مستحکم است، اساس داره و انسان هم همیشه از روی بصیرت مطابق اساس حرکت میکنه. اینطور نیست که امور خیالی را برای خود یک نظام جور کنه و مطابق از او خود عیار بسازه. این بدبختی انسانیت در هر جای که انحراف و بدبختی پیدا شده روی امی گپاسته که نعوذ بالله راههای خیالی را در پیش گرفته. اگر هر کسی امی فرمول قطع خود داشته باشه که روی اساس و دلیل حرکت بکنه، گایم دورته هلاکت در چای هلاکت نمیفته. امروز یک تعداد مردمی ما که نعوذ بالله راههای انحراف در پیش گرفته، علتش هم امیسته که یا پشت دلیل و سند نگشتن، فقط محض بر روش مردم اکتفا کرده دنبالش روان است. این میره به نام تقلید کورانه یاد میکنه که انسان بدون سنجش نمیکنه که اینمی راه کدام طرف رفته و مردم به اینمی راه رفتن چقدر ثمره را کمایی کرده. این را سنجش نمیکنه، فقط به این نظر میکنه که بابا و اجداد ما رفته. دیجا قرآن کریم رد کرد بالای او مسائلی که امروز به یک لباس جدیدی به مردم جلوه داده میشه. مثلا میگه این عنعنه باستانی و قدیمی است، این عمل بابا و اجداد ماست. اسلام اینطور اعمالا را و این عمل کردها را، خصوصا که در او شرک و نعوذ بالله معصیت و فسق و فجور باشه، به صراحت نقل میکنه که از او جمله مسئله نوروز هم است. نوروز دنیای کفر یک قسم دیگر لباس میپوشانه و این را یک عید باستانی و قدیمی معرفی میکنه تا مردم دینمی حالت خود که اینمی دین نعوذ بالله جشن گرفتن سبب شرک و بدبختی سمی در بین مردم باقی بمانه. روزی نوروز در افغانستان یک روزی نعوذ بالله که به طور علنی عبادت به قبرها میشه، از او خاطر دنیای کفر میره اعلان نمیکنه. یک تعداد مردم نعوذ بالله کم عقل ما را در دام خود گیر داده و خصوصا مردمایی که صاحب فرهنگ و سواد خود میگیره تا وزیرا را نعوذ بالله داد ازی میزنه که دین باستانی ماست. هر عمل اگر از پدر و نیاکان و اجداد باشه در صورتی که مشتمل به ضرر باشه قابل انجام نمی باشه که اجرا بکنی، یا است که در او اعمال غلطی دیگری میشه او باید از بین برده شود، نه اینکه به نام دین چی عمل بابا و اجداد ما از او دفاع بکنیم و او را دیگه رونق بدیم، از او پیش میگیریم. خب پس از او الله متعال مسئولیت امت مشخص کرد. در زمانی که شما در هدایت باشه، گمراهی مردم برای شما ضرر نمیرسانه. از این به این اشاره میکنه که انسان در تا روز قیامت در کشمکش است، خصوصا مؤمنا در ما حول محیطش امور خیلی ناگوار در سر میرسه، انجام داده میشه. اما گپ ایسته که انسان چی مسئولیت داره؟
اگر ما هدایت شویم یعنی مسئولیت امر بالمعروف نهی عن المنکر ادا بکنیم، پس از اگر مردم جور نمیشه ما را هیچ کدام ضرر بر ما رسیده نمیتونه. اما امت وقتی که وظیفه و مسئولیت خود ترک بکنه باز برالاگه، پس که اولاد ما، نواسای ما و هم اقارب ما نعوذ بالله در راه غلط میروه. اینمی یک هشدار بزرگ برای امت اسلامی که امروز درگیر با تمام فرقه های باطل پرست است، خصوصا در حالی که امکانات مادی از او خیلی زیاد هستند. راه تبلیغاتشان، نشراتشان و همچنان رساندن افکار باطلشان به یک شیوه جدید با زرق و برق خیلی قوی برای مردم، این سبب گمراهی زیاد مردم میشه. اگر امت همینطور خواب آلوده باشه، مسئولیت خود ادا نکنه، در این صورت ما هم دینمی ما حول و محیط زیر تاثیر رفته، نعوذ بالله انحراف در معاشره شروع میشه. الله متعال مثل که حفاظت نفسا را از افکار و عقاید باطل این ضروری میدانه، حفاظت مال هم ضروری میدانه. مال یک انسان هم بعد اموتور هدر نروه. چرا؟ بقای نظام دنیا توسط مال است و همچنان پیشرفت و ترقی دین هم موقوف بالای مال است. اگر مال نباشه جهاد نمیشه. تجهیز یا آماده ساختن یک مجاهد در سنگر با اسلحه ایرا کسی بدون مال نمیتونه. از امو خاطر ملت هایی که مال بیخی نعوذ بالله مذموم دانسته و بد گفته، این گپ نادرست است. بله مال زمان نادرست است که انسان فقط بندگی به مال شروع بکنه و بندگی الله را بگذاره. اما اگر مال وسیله بندگی الله شوه، بندگی الله توسط مال به وجه خیلی درست انجام داده شود، مال بهترین چیز است. امروز پیسه بود که شما را از خانه تان در خیلی وقت کم توسط به کرایه دادن موتر در این مرکز علم و قرآن رساند. اگر پول نمی داشتی اموجا جای به جای نشسته بوده، نخواد که آیات قرآن کریم می شنیده. از او خاطر است که مال بهترین وسیله است برای از اینکه عبادت الله امرایش کرده شود. پس از او خاطر مؤمن باید در هر گوشه زندگی خود همینطور خوابالود نباشه. مثل که حفاظت افکار خود میکنه، نظریات و دین خود میکنه، اینمی قسم حفاظت مالا را هم بکنه، حتی در موقع سفر و حتی در صورتی که هیچ کسی دیگری از مسلمانان موجود نباشه، کافر موجود باشه، باید چه قسم حفاظت مال خود بکنه؟ به طریق وصیت، به گذاشتن لیست مال خود. از او خاطر این آیاتایی که فعلا در این جمع شما میخوانیم اصلا در یک واقعه نازل شده. واقعه یک شخص به نام بدیل نام داره، از جمله مسلمان است. همراه 2 نفر همراه شده در قافله تجارتی سفر که به نام تمیم و عدیس که در اون زمان و مسلمان نشده بودن، در دین نصرانیت بودن. در مسیری را برای بدیل مریضی پیش میشه و میدانه که من در حالت رفتن و رحلت از دنیا هستم، ایمال چه قسم شوه. او وصیت میکنه به 2 همسفر خود و برشان میگه که این مال مرا به ورثه ما تسلیم بکنه. اما از هوشیاری کار میگیره، لیست مال خود مکمل نوشته میکنه، بعد از او در بار خود میگذاره. اردو نصرانی میفهمه که این مال کی از ما بازخواست میکنه که اینی قدر مقدار بوده. یک جامی که از نقره بود ولی میخای طلا درش زده شده بود، خیلی قیمتی بود. او را گرفتن، پنهان کردن، آمدن در مکه فروختن. بعد از اون مال دیگر را به ورثه ازی تسلیم کردن. ورثه وقتی لیست مال در بین مال برآمد، جام در او گم بود. از او خاطر دعوا را دایر کردن بالای 2 نصرانی. او 2 نصرانی حاضر شد اما اقرار نکرد. قسم یاد کردن که ما چیزی را چی نکردیم، هیچ چیز گم نشده. بس دیگه قاعده است که مدعی شاهد باید تیر کنه و مدعا علیه سری کسی که دعوا شده اگر مدعی شاهد پیدا نتونست او قسم بخوره. مدعی امی ورثه مقتول بود، بدیل که مسلمان ها بودن، یا دعوا کردن که مال موروث ما گم شده او یا گرفتشان. امی اردو نصرانی انکار کرد ما نگرفتیم. اینالی ورثه مقتول که مسلمان ها بودن یا شاهد نداشتن چون موقع سفر بود، آلی قسم متوجه نصرانی ها شد. برای از یا قسم داده شد یا قسم هم خوردن. پس آن معلوم شد در مکه در یک دکان جام پیدا شد. سوال جواب از دکاندار گفت از زمین 2 نفر نصرانی ما گرفتیم و همون جام واقعا در لیستان بوده. آلی دیگه علم ورثه اینمی مقتول که مسلمان ها بود حاصل شد که جام از ماست. آلی حتما اینه یا خودشان فروخته سری دکاندار، باز دعوا دایر کردن که جام ما را یا سری نمی فروخته. آلی یا دعوا کردن نصرانی ها که ما ایره از مسلمان شما یعنی از بدیل خریده بودیم،
یعنی این دزدی نکردیم، پیش از پیش خریدیم. اینالی دعواگر دعوای خریدن امی شایده میکنه، امی نصرانیا. و اونجا مدعا علیه کی قرار گرفت؟ ورثه مقتول که مسلمان است و میگه که نه یا نخریده. پس اونجا خواه شاهد نداره نصرانیا که سند تیر کنه که ما خریده بودیم. مجبور است که قسم متوجه کی میشه؟ ورثه مقتول. ابا ورثه مقتول خو علم حاصل شده بود، چرا که اول خیا انکار کردن که هیچ چیز ما نگرفتیم. پس آن معلوم شد که اونجا جام برآمده و لیستم جام وجود داره. معلوم شد که جام از بودیل بوده و این مردم ای را فروخته به دزدی. از همون خاطر و قسم میخوره. آلی در جای قسم خوردن اردو نصرانی، مسلمان ها ورثه مسلمان که بودیل است یا قسم میخوره و جام میبرن. الله متعال برای حفاظت مالا راه های مختلفی را روا کرده، مشروع کرده، به این خاطر که مال هدر نروه. امروز است که مسلمانای ما توجه به مال نمیکنه. هر طرف که مصرف میشه در بدعت ها، در کارهای نادرست و ناروا، در اسراف های بیجا، در ساز و سرود، در رقص و گپا، در شرابخوری و نعوذ بالله در تفریحات بیجا، این را اسراف در مال میگه و این درست نیست. مسلمان یک روپیش هم باید اموتور هدر نروه. اگر ما امروز دقیق نظر بکنیم، یقین به الله بکنی در این وطن ما اینطور کسای پیدا میشه که یک روپی ما بسیار اهمیت برای زندگی ازوا داره. ما میبینیم معیوب آنقدر در افغانستان است که پرسان نکو، بیوه آنقدر در افغانستان است که هیچ پرسان نکو. افغانستان از در نگاه فقیر است، اما از نگاه معیوب، از نگاه یتیم، از نگاه بیوه، از نگاه کسایی که چیست بی سرپرست و بی سرنوشت هستند خیلی زیاد است. چطور آدم یک روپی خود به جای مصرف بکنه؟ از او خاطر یکی از توصیه های ما برای برادرای مخلص و مسلمان ما امیسته که بسیار دقیق باشند در مصرف مال خود. کجا مصرف بکنه؟ در اون مسجدی که واقعا نمازخوانی درست نمیشه، در اون مسجد هم مصرف نکنه. چرا مال مصرف میشه؟ فایده دیش نیسته. یکی از جمله دوستا که در عربستان زندگی میکنه، ما برش گفتم که یک چیزی مال اگر روان بکنه، مرا گفت که در کجا مصرف شد؟ ما گفتم یک مسجد است. گفت گپ ازی بزن که در مسجد درس قرآن حدیث است یا نه، خدمت به دین میشه، دعوت به سوی عقیده توحید الله میشه یا نمیشه. باز ما گفتم والله تورام نیست دیگه و مردم هم اینطور. گفت نه من پول خود دو طور جای نمیدم. اگر در مسجد خود مصرف میکنی نه پول برات میدم، در غیر از در جای دیگه مصرف نمیکنم. چرا؟ به خاطری که الله از ما سوال میکنه. از جمله 4 چیزی که در قبر قبل از اینکه قدمای بنده زائل شوه حرکت بکنی، از 4 چیزی سوال میشه: از عمر، از مال، از جوانی و از علم. کجا مصرف کردی؟ مال بهترین سرمایه است برای انسان. بعد در کجا مصرف بکنم؟ واقعا همینطور است. آلی در بین همی کابل با وصفی که مساجد خیلی بزرگ موجود است، خیلی مصرفا سر شده، اما مسجد عبدالله اعظم ان شاء الله مثل چشم آفتاب باره. چقدر مردم خواهرای و برادرای ما الحمدلله عقیده توحید الله را از این مسجد خود فرا گرفته. علت استکی مرکز. اگر در مرکز خدمت شم، اما اون روزان براتون گفتم مسجد نبوی در اون زمان نه پانتون بود نه مدرسه بود، اما کل صحابه که حافظای حدیث بود از یک مسجد نبوی بیرون شدن و تخرج حاصل کردن. اگر واقعا در مساجد ما علمای دلسوز و موحد موجود باشه، عقیده صحیح داشته باشه، در افغانستان جهل مکمل از بین میره. چرا مردم ما قبرها را پرستش کنه؟ چرا دفاع از نوروز بکنه؟ ملا امامی خیز از نوروز دفاع میکنه، ملا امامی خیز از بدعت مولود دفاع میکنه، ملا امامی خیز نعوذ بالله مولانا را خیلی احترام میکنه که چی خدمتی برای شایان به اسلام کرده یا نکرده. ما در اون حالت از زندگی میکنیم. علتش است که مال بیجا مصرف شده. از همون خاطر مسلمان باید در مصرف مال خود بسیار دقت به خرج بده که ما پولم در کجا مصرف شود و چه قسم مصرف شود. چرا؟ الله متعال حفاظت مال امر ضروری دانسته. سعی کنی اینقدر آیات ها را صرف به خاطر ازی که یک مال باید ضایع نشود. دیگه موضوعی که در این آیت برای ما واضح میشه مسئله وصیت است. البته وصیت دو قسم است. یکی وصیت در او اموری که یک کسی را وصی میگیری، یکی وصیت در مورد مالت است، ترکیت است. وصیت در مورد ترکه و مال این جدا بحث است که در سوره بقره بحثش آمده. و وصیت به خاطر از اینکه کی را وصی بگیری، این در این آیت برای ما ذکر میشه که اگر در وقت نبودن کافر هم باشه تو وصی بری خود بگی، به این خاطر که آینده موضوع صاف شود. اما وصیت در مورد مال او باز دو قسم است. یکی حق الله متعلق مالت میشه، یکی حق بنده الله.
در هر دو مورد تو باید معلومات مفصل بدی، چرا که تو از دنیا می روی. حق الله اگر سرت باقی مانده وصیت کو بورسید. حج نکرده سرت فرض بود، وصیت کو بورسید که از طرف من حج بکنه. قسم خوردی کفارش ندادی، قتل خطا کردی کفارش ندادی، ایلا کردی کفارش ندادی، زهار کردی کفارش ندادی، نعوذ بالله در رمضان مبارک هم بستری بازن کردی کفارش ندادی. این دینای الله متعال است که سری تو باقی مانده. این اسقاطایی که مردم برای خود یک گیلی استحصال جور کرده، مناسب 1000 روپیه در جیب میزنه، 4 دانه فقیری دیگه هم 10 روپیه در جیب میکنه. این گپا در دین نیست و نه سبب ساقط شدن ذمه‌واری های انسان میشه، بلکه او یک فریبکاری محض است. نعوذ بالله مخادعه با الله متعال و با مؤمن است. نه آن چیزی که دین است از الله او را تو وصیت بکن و همچنان دین مخلوق الله. قرض کسی سرت است، حق کسی سرت است، یا دزدی کرده، غصب کرده، دمی وقتی مردن الله در ذهنت انداخت که بیا همین مال مردم پس بدم و ورثه میگی که این مال از فلانی است، پس برش بده که من دزدی کرده بودم. اینی را میگه وصیت در مالا. آلی وصیت در کسی که تو را وصیت جور میکنی. اینی اول بعد مسلمان باشه، آدمی امانتدار و عادل باشه، عالم باشه که امو مال تو را در جاهای درست مصرف کنه. اگر هیچ کس پیدا نشد ولو که کافر هم باشه او را تو وصیت گرفته میتونیم. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده. پیش گفته بودیم که هر جای در اول سر یا ایها الذین آمنو آمد، مسائلی که بعداً ذکر میشه تقاضای ایمان است. سعی کنی ایمان تنها مسئله نماز نمیگه، حفاظت از مال و مصرف درست مال در یک جای ایام از جمله تقاضای ایمان است و ایرم ایمان گفته میشه. اسلام تنها عبادت نمیگه، اسلام تسلیمی و روش خود حتی در معاملات، در خرید و فروش، در بیع و اجاره رعایت احکام الله را کردن یم ایمان است. اینطور نیست. اگر یک آدم صداقت و راستی خود حتی در فروختن مال خود میکنه، عیبش بیان میکنه، غش نمیکنه، دروغ نمیگه، قسم نمیخوره، اینمی خودش ایمان است. از همون خاطر است التاجر الصدوق مع الچیست نبیین، کسی که تاجر است، راستکار است، امرای انبیاء علیهم السلام میباشه. افسوس است ملت ما این نقطه ها را قطعا یاد نداره. نماز میخونه اما او طرف میره انواع فسق و انواع خیانت و غش و نعوذ بالله فریبکاری را میکنه. البته میگه با نماز خواندن من معاف میشم و این کار پروا نداره، گناه نداره. نه، ایمان مجموعی مسائل میگه. شهادت بینکم، حاضر کردن اشخاص در بین خودتان. اینجا شهادت به معنای حاضر کردن است. نفر حاضر کو در وقتی که علامات مرگ برات پیش میشه. اذا حضر احدکم الموت، در آن وقتی که حاضر شود به یکی شما مرگ که حاضر شود خودم باز چیز نمیتونه. بیاید برای شما به یکی از شما اسباب مرگ معلوم شود، علامات مرگ براتان پیش شود. سخت مریض شده میفهمی که حالی دیگه جور نمیشم. دینی وقت چیست؟ حین الوصیت، در وقت که وصیت میکنه. نه، در وقتی که شما وصیت میکنه علامات مرگ هم چیست؟ معلوم شده. حاضر کردن است. چی را حاضر کنه؟ اثنان شهادت دو نفر است. دو نفر شاهد بگیره اگر موجود بود. کی باشه؟ ذو عدل منکم، صاحب عدل از خودتان مسلمان باشه، یکی صاحب عدالت باشه، دو فاسق فاجر نباشه، مبتدع بدعتی نباشه. تو وصیت میکنی در راه غلط بدعتا مصرف میکنه. نه 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 نه، عادل از جمع مسلمان باشه. دو نفر در وقتی که علامات مرگ برات پیش شد وصی بگی برای خود که اینی کار شود. این امر ضروری است. یک کسی که وفات میکنه میفهمه که بعد از مرگ ما مردم بدعتا را چلی و جمعی و سالپورگی و 3 و 4 گپا را میکنه. اینمی مرده که ترجمه قرآن نکرده و رسی خود جمع کنه، دو نفر شاهد بگیره که شاهدا این شما شاهد باشی که اولاد خود میگم که کارا را پشت سر من نکنه. اگر میکنه مسئولیت خودشان است، گناه در گردن خودشان است. اگر این وصیت نکرد و رواج در بین مردم امی گپ بود، امی آدم که وفات میکنه با وفات خود امی گناه بدعتی که آینده ورثه‌اش انجام میده، این آدم هم قطع شریک است. الله متعال سریزیام عذاب برش میده. در یک حدیث میگه ان المیت لا يعذب ببکاء اهله، مرده با گریان اهلش چی میشه؟ عذاب برش داده میشه. حالی خب بیچاره وفات کرده، چرا عذاب برش داده میشه؟ میفهمید که بعد در هر مرده اقارب دیده که فریاد میزنه، چیخ میزنه، گریبان پاره میکنه، مویاره میکنه.
آلی وقتی که وفات بکنه بعد جمع کنه ورثه خدا و برش بگه که اوش کنه پشت سر ما فریاد و چیخ نزنه، گریبانا را پاره نکنی. اگر این وصیت نکرد و همین کارا شد، این آدم در این گناه قطع شریک است. چرا سر عزیز ضرور بود میفهمید که ورثه این کارا میکنه، خامخا بعد برش وصیت میکرد. از این خاطر هر مسلمان با اولاد خود می توصیه را کرده، در سفر میره اولادش اینجا باقی میمانه. یکی از جمله چیستا روزای بدعت آمدنی است، او طرف که میره یا از اونجا زنگ میزنه یا آلی برش میگه که اوش کنی اولادم در فلانی امر بدعت باید شریک نشوی. چرا اگر این وصیت نکرد این گناهگار است. میفهمه که اولادم همی کار میکنه بعد منع بکنه. از او خاطر در این موقع 2 نفر از خود باید شاهد بگیره. او آخران من غیرکم، یا 2 نفر دیگه غیر از شما باشه. در غیر مفسرین 2 نظر داره. بعضی قائل به است که مراد از آخران مسلمان نه یعنی کافر باشه. خیر کافر هم سری خود شاهد گرفتن. این چطور است؟ اونجا خب پیش آیت خواندیم ولا یجعل الله چیست للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الله برای کفار بالای مؤمنا راه جور نکده، راه غلبه را که سر از یا شهیدی داده بتانه یا مثلا فتح برشان نصیب شود. از او خاطر این مردم ها میگه که منسوخ است. این آیت اول همی طور بود از کفار هم شهیدی درست بود، آلی منسوخ شده. و بعضی مفسرین میگه که نه، اینجا من غیرکم مراد از پیشش اجانب است، یعنی وسیله که میگیری یا 2 نفر از اقارب بگیره، اگر اقارب موجود نبود بیگانه را بگیره. لیکن سری موضوع که را بیگانه بگیریم ابن قیم رحمه الله رد کرده، امام رازی رحمه الله این قول سخت ضعیف شمرده. پس معلوم شد که اینجا مراد شهادت کافر است ولی منسوخ هم نیست. چرا منسوخ نیست؟ استثناء است. این حالت استرار است، نیست. مسلمان در سفر است، مثل که بدیل امر 2 نصرانی بود، کسی دیگری نبود. از روی مجبوریت مجبور استی که تو 2 نفر نصرانی را برای خود چی بگیری؟ شاهد بگیری. و این حالت استثنایی است. از او خاطر این حالت استرار و ناچاری است، بالکل شهادت از یاد درست میشه. این انتم دارتم فی الارض، این است که شما 2 شرط داره، یکی در سفر باشی، دوم دیگه مسلمان موجود نباشه. در این صورت آخران که کافر آمست تو به وصیت خود مقرر میکنی شاهد. فاصابتکم مصیبت الموت، رسید بر شما مصیبت مرگ، تحبسونهما من بعد صلات، شما بند میکنیشه. اشاره به این میکنه که یا فرار میکنه که آسان خلاص شوه، لیکن نه بگیریشانه بند کنیشانه من بعد صلات، پس از نماز. مراد از نماز دیگر است. بعضی مفسرین میگه عام نماز است. بعد از نماز به خاطر میگه با وصفی که کافر به نمازها هیچ عقیده نداره، قدرت الله رعب داره، هیبت داره. کافر وقتی در مسجد داخل میشه یک هیبت در قلبش میفته، از همون خاطر ایره پس از نماز بند کنیشه. فیقسمان، پس قسم میاد بکنه، یعنی وقتی که مدعی دعوا بکنه شاهد نداشته باشه و این مردم ها این کار کرده باشه، قسم سری کیست؟ سری منکر است. مثل که اینجا ورثه مقتول بدیل دعوا کردن که مالی مرده ما را میت ما را گرفته و اردو نصرانی این کار کرد، نگرفتیم. آلی وا شاهد نداشتن ورثه مسلمان، اما بدیل آلیا منکر بودن، قسم سری منکر است. فیقسمان بالله، پس قسم میخوره به الله، قسم به الله میخوره ولو که کافر هم است، بعد قسم به الله بخوره.